سلام. چرا تلفنتو جواب نمیدی مرد حسابی؟ بیا تو. زحمت نمیدم. اگه پروازو بفرستی دیگه زحمتو کم میکنن. بیا تو. بابات. سلام عزیزم. سلام عزیزم. حالت چطوره؟ خوبی؟ حواست کجاست؟ همینجاست. این روزا کلن حالت خوب نیست. نه چیز خاصی نیست. راستی محمود جان، راجع به اون ماجرا تصمیمی نگرفتی؟ کدوم ماجرا؟ همین تصفیه حساب و آها متوجه شدم. حالا باشه برای بعد. خانم در جریانه؟ بعدم بهش میگم. من بدون اجازه نسرین آبم نمیخورم. اینم از روحت. محمود جان میخواستم بهت بگم فکر یکی جای من باش. البته تو این 2-3 سالم همه زحمت ما گردن شما بوده. زحمت کدوم مرد حسابی؟ هم من راضیم، هم نسرین خوشحاله، هم خانومت به کاراش میرسه. چته آخه؟ بابا خستم. میخوام به خودم برسم، با خانواده‌ام باشم. خب برو یه مدت به خودت برس. آقایون کم کم بیاین برای شما. چشم خانمی اومدیم. تا هر وقت که دلت میخواد. اصلا میخوای من خودم هم باد میام. خوبه؟ خب با خانمت میخوای برو ویلای من. اگه یه چند روز صبر کنی منم کارم سبکتر میشه. با نسرین همه دست جمعی میریم اونجا. هم تو حالت سر جاش میاد، هم با انرژی کامل برمیگردی سر کارت. نظرت چیه؟ آقایون شام. پاشو فعلا بریم شامو بزنیم. در دستپخت نسرین خانم تعلل جایز نیست. وقتی میخوابه عین فرشته ها میشه. اگه منم اتاق به این قشنگی داشتم این فرشته ها میخوابیدم. مثل که اینجا خیلی بیشتر از خودمون بهش خوش میگذره. این اتاق برای بچه خودمون درست کرده بودم. پرواز لطف این خونه است. زحمتتون میدیم. اساس شکایت نقض قرارداد اولیه است. چرا که طرف مقابل متعهد شده بود که خسارات ناشی از تأخیر در اتمام پروژه را به عهده بگیره و این خسارات از بند 1 تعهدات مالی کسب بشه. به همین دلیل متشاکی معتقده که اساس این شکایت مبنای درست قانونی نداره. جناب قاضی، دلایل تأخیر در مراحل اجرا و اتمام پروژه کاملا متوجه کارفرماست، چرا که ایشون اصرار داشتن که قرارداد جدیدی با بندها و تعهدات جدیدی تنظیم بشه که ملاحظه می‌فرمایید. آقای قاضی، اگر قرار بر نقض قرارداد باشه این متوجه کارفرماست، نه من. آقای وکیل، قرارداد دوم ثبت شده. آیا در این مورد حرفی دارید بگید؟ تو قرارداد دوم صحبتی از نقض بندهای قرارداد قبلی نشده. به هر حال ماهیت قرارداد دوم ناقض برخی بندهای قرارداد قبلیه. به نظر میرسه تا زمانی که این قضیه دقیق و کامل بررسی نشه خب طبیعتاً دادگاه نمیتونه حکم نهاییش رو صادر کنه. آیا در این زمینه توضیحی دارید بدید؟ خیر جناب قاضی. بسیار خوب، ختم جلسه می‌کنم. نباید میذاشتی بحث به قرارداد دوم برسه. انتظار داشتی قرارداد به اون واضحی رو انکار کنم؟ میتونستی، البته اگه میخواستی. از من بر نمیاد. چرا؟ بر میاد ناصر جان. میتونستی عزیز من، میتونستی. من نمیدونم مشکل تو چیه. مشکل اینه که با استفاده از خلاهای قانونی ما نهایتاً سر خودمون رو کلا می‌زنیم. نه خیر، شما داری سر منو کلا می‌زنی. میخوای اینقدر منو عصبانی بکنین که به استعفات موافقت بکنم، اما من سرم کلا نمیره. چرا همیشه از حرفشم فرار میکنی؟ حرف؟ چه حرفی؟ تو که خودت میدونی من سعی و تلاشم برای اینه که قرص و محکم قدم برداریم، خیرمونم به دیگران برسه. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. همیشه اونجوری که تو فکر میکنی، اونجوری که تو تشخیص میدی درست نیست. محمود اینو بفهم. ناامیدم میکنه ناصر. ظاهرا بعد این همه سال
به فکر و روش همدیگه اعتماد نداریم. بعضی وقتا ازت میترسم محمود. سلام. ای خودت کلید نداشتی؟ جا گذاشتم. کجا بودی تا حالا؟ پیش دوستان. چرا گوشی تو جا ندی؟ سایلنت بود. چرا خاموشش کردی؟ خاموش شد. خاموش شد یا خاموشش کردی؟ بعد دیگه خاموش شد یا خاموشش کردی؟ خاموش شد. شارژ نداشت خاموش شد. پرواز کجاست؟ از من میپرسی؟ تو بس تو خونه چیکار میکردی؟ نکنه فقط گرفتی خوابیدی؟ یه لحظه فکر نکردی دخترت کجاست؟ تو که مادرش بودی و برات مهم بود کجا بودی؟ گذاشتمش پیش نسرین. البته الان که دیگه دیر وقت احتمالا خوابیدن، ولی بهتر نبود قبل از این که خوابیدی میرفتی بچه‌ت هم میآوردی پیش خودت؟ الان خوابیده آوردمش خانوما. دلم به حال اون بچه میسوزه. پدر و مادر درست حسابی که نداره. لااقل کاشه همبازی داشت. ناصر دوباره شروع نکن. من دومی رو نمیخوام. نمیتونم. چه جوری باید به تو بگم؟ نمیدونم با چه زبونی باید به تو حالی کنم که نمیخوام. تازه همون اولیش هم اشتباه بوده. یکی میخواد و نمیتونه بهش برسه، یکی هم میتونه برسه میگه نمیتونه. من که نمیخوام. هر کی میخواد از من بگیر بده بگو. تو اتاق که نسیم واسه پرواز درست کرده رو دیدی؟ بله 100 بار. یه اتاق خیلی خوشگل با کلی اسباب بازی قشنگ. تو لیاقت این زندگی رو نداری، لیاقت اون بچه رو نداری. پس چرا تمامش نمیکنی؟ اصلا کدام زندگی؟ ما برای چی داریم با هم دیگه زندگی میکنیم؟ چرا اومدی دنبالم؟ چرا منو معطل خودت کردی؟ اون زمانی که مقام و منصبی داشتی، برو بیایی داشتی، شاید میشد تحملت کرد. ولی حالا چی؟ ناصر، اگه دشمنات برای سرت آوردن انتقامشون رو از من نگیر. من مسئول بیماری تو نیستم. بله. کجایی ناصر؟ کجام؟ شرکتم. کجا زنگ زدی؟ چیزی شده؟ راستش یه چیزایی شنیدم، نمیدونم خبر داری یا نه. چی؟ شنیدم الان یه چند روزیه که خزایی فرار کرده. خزایی؟ تو از کجا فهمیدی؟ الان شنیدم یکی از بچه‌ها که تو بازرسیه میگفت. چطورشو خبر ندارم، ولی بهتره زودتر بری خونه. برو خونه، هر کاری هم که مونده بذار برای بعد. آدرسی از من نداره. احتیاط کنی بهتره. باشه ممنونم خبر دادی.
نمیخوای بگی برای چی منو خواستی؟ شنیدی چقدر واسم بریدم؟ آره. چیه؟ زیاده؟ زیاده. حکم قانونه، به من مربوط نیست. میتونی یه کارایی بکنی؟ کاری ازم بر نمیاد. میتونی. تقاضای تجدید نظر کردم، تو بودی که من انداختی این تو، پس میتونی یه کارایی بکنی. چرا باید این کارو بکنم؟ به نفعته. منم میتونم واسه کارایی بکنم. خب اگه همکاری کنی ممکنه بتونم کمکت کنم. من تو رو اینجا نخواستم که رفیقامو لو بدم. فقط از یه راه میتونی به خودت کمک کنی. کیه که به تو کمک بکنه؟ اونایی که بیرونن خوش ندارن من این تو بمونم. تهدید میکنی؟ مثل اینکه یادت رفته کجایی؟ گردن زیر تیغ من زبون درازی هم میکنی؟ اگر تا دادگاه تجدید نظر همکاری کردی که هیچ، وگرنه کاری میکنم که اسم من یادت بمونه. اسمت یادم میمونه؟ راستی بچت تازه به حرف افتاده. آره پشیمونت میکنم. کاری میکنم که جنازه زن و بچه رو دستت بمونه. اگه سر عقل اومدی خبرم کن. یه روزی بیرون میام از اینجا. از آقایون خواهید رو فرمید آقایون متفرقه ها بفرمایید با پاسپورت هماهنگ شد. بله قربان. سلام آقای فرادی، سرگرد طاهری هستم، مسئول رسیدگی به پرونده قتل همسرتون. تسلیت میگم. سلام آقا. شما اولین نفری بودین که بعد از قتل وارد خونه شدید. چیزی از وسایل خونه سرقت شده؟ حالا دخترم چطوره؟ منتقلش کردیم بیمارستان، حالش خوبه. چیزی از وسایل سرقت شده؟ نمیدونم این اتفاق چجوری افتاده. کارشناس ما میگه فوت همسر شما به خاطر برخورد یه جسم سخت به سرشون بوده، احتمالاً یه مجسمه گچی. دخترتون هم به دلیل مشابهی بیهوش شده. این مجسمه مربوط به خونه شماست؟ فکر میکنم بله. ما همه تلاشمون رو میکنیم. شما هم اگه به مورد مشکوکی برخورد کردید به ما اطلاع بدید. برای انتقال جسد آماده این نسرین حالت خوب نیست؟ ناصر جان، نسرین حالش خوب نیست. پاشو با هم دیگه بریم پایین. پاشو تو هم بیا پر ما. پاشو بریم پایین. بریم. نمیذارم همینجوری راحت واسه بکشی بریم. ما رو بیچاری کردی، بدبختمون کردی. خون دخترم گردنته. چه کاری از من برمی اومد؟ یک روز خوش نداشت، یک آب خوش از گلوش پایین نرفت. منم آب خوش از گلوم پایین نرفت. جناب سرکار، اونی که دخترمو کشتی. باور کنین من میدونم اون با دستای خودش دخترمو کشته. شما به من گفت، به خدا خود دخترم به من گفت من از ناصر میترسم.
نذاری خودش با ما بشی. خیلی خوب، شما باید تقاصشو بگیری. آروم باشید. باید تقاص بابا برش اتاق بازجویی نذار سر صدا کنه. بقیه چی شده؟ بقیه؟ کدوم بقیه؟ شما چطور خبردار شدید؟ متشکرم. از اداره پلیس به من تلفن کردن. آخرین بار کی دیدینشون؟ یه هفته پیش دیدمش. دخترم خیلی جوان بود. زیاد با هم رفت آمد داشتین؟ بله، من ناصر رو 20 ساله که میشناسم. با هم مشکل داشتن؟ گاهی اوقات با هم دعوا میکردن. سر چی با هم دعوا میکردن؟ سر چیزای معمولی و احمقانه. از همین دعوای معمولی زن شوهر. شیما میخواست خوب زندگی کنه، ولی ناصر اهلش نبود. ناصر بعد از تصادفش یک آدم دیگه ای شد. البته اوایل آدم خوبی بود، ولی حالا دیگه کنترلی رو رفتارش نداره. اون تصادف به خاطر چی بود؟ تهدیدش کرده بودن. انتقام محکومیت بهروز خزایی بود. بعد از اون تصادف دارو مصرف میکرد؟ آره، دارو مصرف میکرد. چه نوع قرصی مصرف میکردی؟ نمیدونم. من واقعا باید به این سوال جواب بدم. بله جواب بدین. طبق ماده 128 129 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 3 حفظ حقوق شهروندی اصل 35 قانون اساسی من میتونم به این سوال پاسخ ندم. شیما میگفت بعد از اون اتفاق عصبی شده بوده، بدخلق شده بوده. تو چند ماه اخیر با همسرتون رابطه خوبی نداشتین نه؟ مشکل خاصی نداشتیم. نه نمیدونم. سر بعضی مسائل اختلاف نظر داشتیم اما تفلک پرواز. اون روز متوجه چیز خاصی نشدید؟ من شکار بودم با دوستان مثل هر هفته خانمم گذاشتم خونه مادرش رو رفتم. من شرکت بودم. بله، ناصر معمولا پنجشنبه ها تا دیر وقت شرکته. پنجشنبه ها شرکت تعطیل، من اضافی وامیسم. شما کی رسیدین خونه؟ محمود بهم زنگ زد، گفت یه سر خونه بزنم. 5:30 6 بود. 7 یا 7:30 بود، نمیدونم. شیما 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 اصلا بیایم از اول شروع کنیم. شما اولین کسی بودید که وارد اون خونه شدید. قبل از شما کسی مقتول رو ندیده بود. میخوام وضعیت خونه رو برام تشریح کنید. وضعیت خونه همون جوری بود که دیدین. من که به چیزی دست نزدم. اصلا شما چرا با این سوالات وقت رو تلف میکنین؟ نشستی اینجا میپرسی چرا من با زنم اختلاف داشتیم؟ وضعیت معلومه چیه؟ یارو اومده تو خونه من، زن منو کشته، بچم تو بیمارستانه. چی میپرسین از من؟ چرا با ماشین خودت نیومدی؟ نمیتونستم رانندگی کنم. از پرواز خبری نشد؟ نه. تو برو خونه، امروز ما میدیم پیشش میمونی. منو برسونید بیمارستان، شما و محمود برید خونه. لازم نیست، ممنونم، خودم میرم پیشش. امروز رو بشین. میگم لازم نیست. گفتن نداره، ولی ما شریک غمتون بودیم. البته ناصر جان، هر کاری که داشتی خلاص ما هستی. ممنونم. حالا میخوای چی کار بکنی؟ چی کار میتونم بکنم؟ نگران نباش ناصر جان، اون یارو رو هر جوری شده دستگیرش میکنن.
مطمئن باش. لطفا این بغل نگرد و من تا بیمارستان قدم میزنم. خب بذار ببرمت نزدیکتر. همینجا خوبه، نگهدار. قربان سواره داره میره سمت بیمارستان. سلام داشتم. میز میخوای؟ نه، من دنبال یکی میگردم. دنبال کی؟ یکی از دوست قدیمیمه، اسمش بهروزه. کدوم بهروز؟ خزایی. کی هست؟ چی کار هست؟ بذار بچه باشه اینجاست؟ اینجا بازی میکنه؟ میشناسیش؟ مگه با تو نیستم؟ مسعود. بله آقا. آقا رو بر مدیریت ببین با کی کار داره. چشم. با اجازه. دنبال بهروز میگردم. کار مهمی باش دارم، باید یه پیغام بهش برسونم. واسه چی اومدی اینجا دنبالش میگردی؟ میدونم اینجا آمد و رفت داره. بذار راحتت کنم. ما از کسایی که میان اینجا و دنبال کسی میگردن خوشمون نمیاد. باش کار دارم، به نفع خودشه. انگار نمیشنوی چی بهت میگم. پی شهر میگردی. این حرفا بچه ترسوندنه. مجید به بچه ها بگو بیان اینجا، مهمون داری. آقا دنبال آدرس میگرده. پیداش کن، از خجالت در میام. داداش بفرمایید.
خب چی خب؟ که چی حالا؟ خودتو میندازی تو قفس گرگ که چی؟ با این کارت الکی الکی شاخک‌های غذایی رو هم به کار انداختی. میخوای به چی برسی؟ به همون چیزی که شما نمیخواید برسی. چرا فکر میکنی بهتر از ما میفهمی؟ برای اینکه الان اینجا نشستی. اگه کارتو بلد بودی به جای اینکه کشیک منو بدی دنبال اونی میرفتی که آدم کشته و الان داره واسه خودش راست قدم میزنه. اگه من اینجا نبودم معلوم نبود شما الان کجا بودی. بس منتظری ازت تشکرم بکنم. نه خیر آقا، میخوام که بفهمی که شما مظنون یک مایی، بفهمی که وظیفتون چیز دیگه ایه. من مظنون یکم؟ یعنی زدم زنمو کشتم و بچه‌مم ناکار کردم؟ آقای فرهودی، من دیشب این لباس تنم نکردم، فقط کم مونده بود شناسنامه‌ش رو جا بذاره. مجرم حرفه‌ای همیشه فکر دادگاهش هم میکنه. بی برو برگرد یه قتل دیگه بره تو پروندهش که چی؟ وقتی میتونه بی سر و صدا انتقام بگیره چرا این شکلی؟ فکر دادگاهشو کرده. قتل با یه مجسمه گچی، فوقش اگه دستگیر بشه تو دادگاه میگه قتل با آلت قتاله انجام نشده، پس قتل عمد نبوده. میخواسته قتل و غیر عمد شبیه سازی کنه، فوقش 3 تا 10 سال بهش میدن. نکنه میخواین خودتون عدالت رو اجرا کنید؟ شما بهتره به فکر خودتون باشید. بچه‌تون رو ول کردین رو تخت بیمارستان، راه افتادین تو کوچه و خیابون که بگین آدم مسئولی هستین؟ پس وظیفه شما چی میشه؟ لابد از جون اون بچه محافظت کنیم؟ ما قبلا این کارو کردیم. برای محافظت از اون بچه تو بیمارستان مأمور گذاشتیم. بهتره اینو بدونید. نمیدونم چطوری باید حالیتون کنم. دست بردارید آقای فرهودی. من نمیتونم تظاهر به بیخیالی بکنم. نمیتونم بیرگ باشم. میتونم بفهمم. احساس گناه میکنید. خودتون رو مقصر میدونید. پس جلسه بازجوییه. حداقل خودتون یه جورایی که مقصر میدونید، مگه نه؟ اگه جلسه بازجویی هم باشه شما حق ندارید چیزی بپرسید که القا کننده یا تلقین کننده مطلب خاصی باشه. زنتون شما رو اینجوری نمیخواست، میخواست ترکتون کنه. الان احساس گناه میکنید. میخواین همه تقصیرها رو بندازین گردن خزایی، حتی اوناییش که مال خودتونه. این بغل نگرد من پیاده میشم. نگرد من پیاده شم. آقا سلام. سلام آقا علی، خوبی؟ خیلی چکریم. آقا بابت اتفاق توی باشگاه من خیلی شرمنده‌ام، ببخشید. کار خوبی کردی آشنایی ندادی. چی کارا میکنی؟ والا هیچی، فعلا بیکارم. ولی به نظر میاد یه کارایی داری میکنی. من؟ نه به جون خودم. آقا چه کاری؟ چرا هول شدی؟ آها گرفتم منظورتونو. آقا من با جون خودم خیلی وقت دوباره این کارا رو خط کشیدم. یعنی قول دادم. به کی؟ به شما، به خودم، به مادرم. خوبه. گفتم بیای کارت برم. البته اگه زحمت و دردسر نباشه. آقا این حرفا چیه؟ آقا؟ ما هر چی که داریم از شما داریم آقا. من در خدمتتونم. این طورام نیست. اگه الان بیرونی بیشترش به خاطر خودت. آقا نگید این حرفو. شما خیلی بیشتر از این حرفا گردن ما حق داریم. آقا اگه لطف شما نبود و از مجازات جایگزین استفاده نمی‌کردین من حالا بعد اون تو بودم. خلاصش این که آقا من در خدمتم. دنبال خزایی میگردم. خزایی؟ خبر دارم که فرار کرده. میشه پیداش کرد؟ والا نشد که نداره، ولی خیلی سخته. رفیقاش آمارشو دارن. چه جوری میشه از اونها اطلاعات گرفت؟ هیچ جور. اگه یه جوری باشون دمخور باشی، رفیق باشی باشون. خب من 2-3 تاشون رو میشناسم. شاید بشه یه کاری کرد. واسه خود دردسری درست نکنی یدی. نه آقا حواسم از خاطر جمع. امیدوارم خبری شد منو در جریان بذار. چشم. ضمناً این فقط بین من و توه. سلام، خسته نباشید. سلام. دکتر هست؟ نه صبح اومد دخترتون رو معاینه کرد رفت. چی گفت؟
مشکلی نیست، دخترتون امروز خیلی بهتره. نگفت که تکلمش برمیگرده؟ نه، جای نگرانی نیست. دکتر گفت مشکلی برای تکلم نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه آسیب جسمی باعث نشده که اون نتونه صحبت کنه. دخترتون خودش نمیخواد، تصمیم گرفته صحبت نکنه. در ضمن الانم مهمون داریم. مهمون؟ بله، سرگل طاهری با همکاراش. ببخشید. سلام. شما؟ افسر روانشناس. دارین چیکار میکنین؟ ما داشتیم سعی میکردیم ببینیم چیزی یادش میاد یا نه، چون هنوز نمیتونه صحبت کنه. با کدوم مجوز؟ این کار برای سرعت بخشیدن به تکمیل پرونده لازمه. نباید از من اجازه میگرفتین؟ پرونده قتل همسر شماست. اون دختری که اونجا دراز کشیده دختر منه. شما باید از قیم قانونی ایشون یعنی بنده اجازه میگرفتین. نه وقتی که خود شما مظنون به قتل هستین. چرا خودتون رو به نفهمی میزنین؟ اون دختر در موقعیتی نیست که بشه ازش بازجویی کرد. یادآوری خاطرات بد گذشته میتونه بهش صدمه بزنه. شما دارید اونو شکنجه میکنین. ما خیلی با احتیاط این کارو میکنیم. این خانم خودشون روانشناس هستن. بفرمایین بیرون، خواهش میکنم بفرمایین بیرون. این طرز برخورد شما تنها نتیجه‌ای که میتونه براتون داشته باشه اینه که شما رو بیشتر در مزان اتهام قرار بده. برین ما رو راحت بذارین. باشه، ممنون از همکاریتون. ببخشی عزیزم اگه من بابای خوبی برات نبودم. سلام آقا. من سلام آقا، یه نشونی ازش پیدا کردم. کجاست؟ با کیه؟ یه آدرس گیر آوردم، خونه زنشه. مگه زن داره؟ آره آقا زن داره، ولی خیلی مخفی، حتی دوستای نزدیکش هم نمیدونستن. پس تو از کجا فهمیدی؟ آی فرادی من دست کم گردی بابا. من منتظر جوابم. کلی شوالی بازی کردم تا تونستم آدرسی ازش گیر بیارم. بعد یه چیز دیگه این که آقا داره تیم جمع میکنه. تو رو هم میخواد؟ یعنی ناخواسته داری وارد ماجرایی میشی که نباید بشی. حواست هست؟ اون شب تو باشگاه دیدمت، حس کردم داری کج میپری. نه به جون خودم آقا، نه به مرگ مادرم. من فقط به خاطر اینکه یه آدرسی چیزی ازش گیر بیارم مجبور شدم بهشون چراغ سبزشون بدم. خدا کنه اینطوری باشه. آقا بالاخره آدرس رو نمیخوای؟ چرا؟ بده ببینم. خدمتش. چه خبره؟ سر آوردی؟ در پاشنه کندی؟ فرمایش؟ دنبال بهروز میگردم. بهروز؟ بهروز که؟ باش کار دارم، مهمه. حالا چرا داری اینجا پیش میگردی؟ واسه اینکه شوهرته. بوده باباش. شوهر کدوم خریه؟ نگفته بودی اسمش هم یادم نبود. یعنی ازش خبری نداری؟ جنابالی هم زبون داشتی ما نمیدونستی؟ خب معلومه که خبر ندارم. اونم با اون همه مصیبت هایی که سرم هوار کرد رفت. الانم نمیدونم کدوم گوریه و چه غلطی داره میکنه. شنیدم 1-2 سال رفته آب خنک بخوره. فعلا از شهرش خلاصی. اومده بیرون، فرار کرده. خبر دارم. جنابالی کی باشی؟ یه طلب قدیمی ازم داره. نه بابا، عجب. در به در دنبالش میگرد که بدهی تو بهش بدی.
این آقا رو میبینی؟ از اون دم کلوفتاست. یه کاری داره که فقط از بهروز ساخته است. در عوض کارایی هم میتونیم براش بکنیم. میفهمی دارم چی بهت میگم؟ شنیدی بهت چی گفتم؟ گفتم ازش خبر ندارم. پیغام ما رو بهش برسون، خودش میفهمه. به سلامت. پس بهش میگی ها؟ برو بابا دلت خوشه. چرا نمیری؟ صبر میکنی محمود. یارو ترسیده بود، یه حسی بهم میگه خزایی تو این خونه است. لازم باشه تا صبح اینجا میمونیم. باشه. سلام آقا. سلام، چه خبر؟ هیچ خبر آقا. دیشب تا همجور منتظر بایستادم. نشو، مرغ از قفس میپره. بریم سراغش. صبر. قربان دارن میرن. دارم میبینم. بالاخره کار خودشو کرد. این چرا روشن نمیشه؟ ولی میگیرنش. ناصر چه یواشتر نوزه بر. نوزه بر. نه میمونه تو ترافیک. جلوتر تو همون خیابون میگیرنش. اونها شو بابا پیداشون کردی. دارم میبینه. بابا اینا با این عجله کی رو تعقیب میکنن؟ یه ارتقا بدن پسر. حیفت این درجه بمونه. شوخی میکنی قربان؟ نجون تو جدی میگم. یکی داره ما رو تعقیب میکنه. پلیس. باید چی رو بگیره.
چند وقت پیش میشناختیش؟ میدونستی چی کار است؟ گفتی دفعه کارش تمام شده دیگه میذارتش کنار. قبل از که گیر بیفته میگفت. کی اومد اونجا؟ هفته پیش. میدونستی فرار کرده؟ آره. گفتی که طاقت نداره. میگفت میخواد از اونا شروع کنه. کی کشتش؟ تصادف کرد. چراغ رفت. آدم الکی زندگی کنه الکی بمیره. میگفت میخواد بذاره کنار؟ آره. میگفت میخواد پاک باشه. میگفت میخواد بریم یه جایی بی سر و صدا زندگی کنیم. نمیدونستی میخواد کار جدید شروع کنه؟ خلاف؟ آره. داشت تیم جمع میکرد. راستشم دروغ بود. نمیدونستی؟ کیا میرفت بیرون؟ بیرون نمیرفت. یکی دوبار تلفنی تماس گرفت. میدونی با کی حرف میزد؟ درباره چی؟ آخه کسی دیگه درکش نمیگرفت. تلفن قدیمی هم که همش عوض شده بود. مونده بود چند تا همشهریاش که کارهای معمولیشون میکردن. یکی از این کارهای معمولیش چی بود؟ میرفت پیششون؟ براش پول میفرستادم. پول میخواست چی کار کنه؟ میگفت میخواد جمع جور کنه با هم بریم یه گوشه زندگی کنیم. از خونه بیرون نرفت؟ نه. میخواست اون دفعه پیش من بمونه. کجا همتر از اینجا. میدونی شریک جور بشی؟ خانم بازداشتم. سلام. بفرمایید بشینین. ببخشید چیزی ولی پذیرایی نداریم. ممنون، چیزی لازم نیست. انگار شما هنوز روبرا نشدید. خیر. حال دخترتون چطوره؟ بهتره، ولی هنوزم نمیتونه صحبت کنه. شما همسایه آقای ضیایی هستین؟
اول همسایه بودید بعد همکار یا اینکه برعکس؟ دوستای قدیمی هستیم. وقتی من از دادگستری بازنشسته شدم پیشنهاد کرد تو شرکتش مشغول شم به عنوان مشاور حقوقی. منم پذیرفتم. اینجا منزل محموده. لطف کرد پیشنهاد کرد بیام اینجا زندگی کنم. الان نزدیک 3 ساله. بچه ندارن نه؟ خیر. نمیخوان یا نمیتونن؟ ظاهرا نمیتونن. شما این همه راه برای چاق سلامتی و اینجور حرفا نیومدین. نه خیر، بنده برای عرض دیگه خدمتتون رسیدم. با اجازهتون مأمور مراقبت از دخترتون رو برمی‌داریم. احتمالاً خطر ویژه دیگه‌ای تهدیدشون نمی‌کنه. راستی فهمیدین که زن خزایی ارتباط شوهرش رو با پرونده قتل همسرشون انکار کرد؟ انتظار دیگه ای داشتین؟ زنش میگه از خونه بیرون نرفته. به نظر منطقی میرسه. خیلی بعیده که تو اون وضعیت بخواد به همین راحتی مخفیگاه امن و امانش رو رها کنه و بیاد بیرون. مسئله اصلی اینه که 3 تا دوستای قدیمی بهروز که شریکاش هم هستن همگی تو زندونن. خب حداقل اینکه انجام این کار براش سخت بوده. که اینطور. پس اگه میخواین بگین که قاتل شما بهروز نبوده چرا اون مأمور رو برداشتین؟ طبیعتا تهدید برای پرواز هنوز وجود داره. من نمیگم قاتل یا نیست. شما میگید که هست. اگه خزایی قاتل بوده و حالا مرده دیگه دلیلی برای نگرانی شما وجود نداره. پس میخواین بازی کنین؟ هر طور دوست دارید فکر کنید. متشکرم که گفتین. شما امر دیگه ای ندارین؟ نه، رفع زحمت میکنم. ببخشید من باید به دخترم سر بزنم. خواهش میکنم. فقط اگر تونستید فردا برای تکمیل تشکیل پرونده شکایتتون از خزایی تشریف بیارید آگاهی. حتما. بفرمایید، من خودم راهو بلدم. خدا نگهدارتون. به سلامت. سلام، چطوری ناصر؟ وقت داری با هم صحبت کنیم؟ کیه محمود؟ ناصره. بیا تو. خب چی شده؟ راستش نمیدونم این چه بازیه دارن با من میکنن. چه بازی؟ شل کن صفر کن در میارن. کیا؟ پلیسا. پلیسا دیگه برای چی؟ طاهری اصلی اومده بود اینجا. مأمور جلوی در اتاق پروازو برداشتن. خب میخواستی چی کار کنن؟ قاتل خزایی بوده که اونم مرده. دیگه خطری برای پرواز وجود نداره. آخه طاهری میگه ممکنه خزایی قاتل نباشه. یعنی چی؟ منم همینو نمیفهمم. از یه طرف میگن چون خزایی مرده مأمور مراقبت از پروازو برداشتن، از یه طرف میگن خزایی نمیتونسته قاتل باشه. پس قاتل تویی؟ نکنه تو هم به من مشکوکی؟ نه ناصر جان، من منظورم اینه که یه سری توی صحبت‌های پلیس تناقض وجود داره. من مطمئنم کار خزایی بوده، فقط نمیدونم اینو چجوری میشه ثابت کرد. آقا ناصر، تو رو خدا پروازو بیارین خونه. علیک سلام. 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 خانم، کار خزایی بوده. غیر از اون کار کی میتونسته باشه؟ من نمیدونم. اگه اون قاتل نباشه چی؟ پروازو بیارین خونه. من خودم خیلی بهتر از بیمارستان ازش مراقبت میکنم. بی خود نگرانی خانمم. پرواز وقتی حالش خوب شد میاریمش خونم. ببخشید شما رو هم ناراحت کردم. داشتم میرفتم پیش پرواز. ناصر جان یه استراحتی هم به خودت بده. باید حتما برم دیدن پرواز، چون فردا میرم اداره آگاهی. نمیدونم ولی مراقب سلامتیت باش. ممنون از لطفت. من راهو بلدم. فعلا. به سلامت. چی شده خانمم؟ چرا گریه میکنی؟ من دیگه نمیتونم. نگران نباش.
گفتم بهت که پروازو میاریم پیش خودمون، نبینم گریه بکنی. ببین تو هر کاری که از من بخوای برات انجام میدم، هر کاری. صبر کنم تا برگردم. بله چشم. فعلا. چه اتفاق افتاده؟ آقای فرهودی داشتن دنبال یه آقایی می‌کردن. آقای فرهودی؟ بله. از کدوم طرف رفتن؟ به طرف پله‌های پشتوار. امضاش کنید. این چیه؟ شرح اتفاقات بیمارستان و فوت آقای زیایی. کاش حداقل 2 خطشو میخوندی. کم کم دارم به این نتیجه میرسم شما از اون چیزی که قبلا بودین، از تعریفایی که در مورد سابقتون شنیدم، خیلی فاصله گرفتین. بله همینطوره. عذر میخوام، شاید الان موقع خوبی برای سوال و جواب نباشه. آقای فرهودی، من شرایط شما رو درک میکنم. شما دقیقاً چه کاری برای آقای زیایی انجام میدادید؟ نماینده حقوقی شرکت بودم. با ایشون اختلاف کاری داشتین؟ بگید چی میخواید بدونید تا دقیقاً بهتون بگم. شما خودتون هر چیزی رو که صلاح میدونید به من بگید.
کارهای شرکت اساساً با دور زدن قانون و زرنگ بازی‌های پیچیده زیایی پیش میرفت. شما در این زمینه به ایشون کمک میکردین؟ محمود برنامه‌شو چیده بود، ولی قرار نبود به این زودی من درگیر اون قسمت قضیه بشم. کی فهمیدین؟ 2-3 ماه پیش. چرا اون موقع نرفتین؟ نمیشد. چرا؟ مدیونش بودم. بعد تصادف خیلی کمکم کرد. پس شما چیزایی رو فهمیده بودین که براتون خطرناک بود. بله. انگار آدم ماجراجویی هستید. خداحافظ. خداحافظ. واقعا کار زیایی بوده؟ خیلی عجیبه. چطور یه آدم میتونه بشینه فکر کنه که چطور فرهادیش تو تله بندازه، آخرش انقدر احمقانه عمل کنه؟ چطور؟ خب میتونست خود فرهودی رو بکشه. وقت تو جای اون بودی این کارو میکردی؟ من؟ نه. تو جای اون بودی چی کار میکردی؟ اگه من جای زیایی بودم اول زنش رو میکشتم، بعد بچه‌ش رو میدوزیدم و فرار میکردم. سروان. بله. ببخشید قربان. میگم میخوای اصلا یه کمی استراحت کنی؟ جدی میفهمی قربان؟ آره. بله قربان. منم خیلی دوست دارم، ولی میبینی وضعمونو که. ممنونم قربان که همیشه بهمون روحیه میدید. میشه یه سری بری شرکتش از کارکنانش پرسجویی بکنی؟ بله قربان. برو دیگه. چشم قربان. سلام. سلام. برای چند تا سوال کوتاه مزاحمتون شدیم. درباره چی؟ شوهرتون. میتونیم بیایم تو؟ واقعا متاسفم که تو چنین شرایطی مزاحمتون شدم. شوهرتون گفته بودن که روز و ساعت قتل شیما شما منزل مادرتون بودین. بله. و اینکه ایشون هم خونه نبودن. بله. از کجا میدونستین که رفتن بیرون؟ صبح زود طبق معموله هر پنجشنبه رفت شکار. همین؟ بله. از صبح تا عصر خبر دیگه ازشون نداشتین؟ چرا به هم زنگ زد؟ چی گفتن؟ هیچی. چی؟ یادم نیست. چیز خاصی نگفت. قطع شد. قبل و بعد از مرگ شیما رفتار مشکوکی ازشون ندیدین؟ نه. هیچی؟ چی؟ رفتار مشکوکی، چیزی؟ نمیتونم. شما قبول دارین که ایشون این کارو کرده باشن؟ نه. چرا؟ نمیشه. نمیشه؟ نمیتونست. ممکن بود انگیزه‌ای برای انجام این کار داشته باشن؟ یعنی چی؟ یه دلیل موجه. آره. چی؟ نمیتونست این کارو بکنه. شما خوبین؟ نه منم نمیتونستم این کارو بکنم. خانم زیایی؟ بله. ببخشید. معذرت میخوام. نباید تو چنین شرایطی مزاحمتون میشدم. این کارت اداره است. اگه حرف خاصی بود یا چیزی یادتون اومد هر موقع که بود به من بگید.
پرواز اینجاست؟ ببخشید. من نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. من تقصیر رو گردن شما نمیندازم. من پرواز رو نبرین. منظورتون چیه؟ چرا میخواین از اینجا برین؟ خاطرات این خونه خیلی خوب تموم نشد. شاید شما بهتر باشه از اینجا برین. ظاهرا شما قصد دارید اینجا رو ترک کنید. بمونید. بذارید پروازم بمونه. ممنونم ولی واقعا نمیتونم. پرواز چی میشه؟ حالا میخواید چی کار کنید؟ نمیدونم، شاید مدتی بریم سفر. سفر چی؟ بذارید پرواز بمونه. منظورتون الانه؟ میخواید یه مدتی بیشتر پیشتون بمونه؟ بله. من 1 ساعت دیگه میام دنبالش. میخواید بمونه؟ بله. بله. باشه، من 1 ساعت دیگه میام دنبالش. بعدش میری؟ بله میریم. خیلی خوب، من فعلا دارم میرم. سروان، تو گزارش پزشک قانونی اومده بود ضربه از کدوم طرف خورده؟ ضربه از سمت راست خورده و شدت ضربه نشون داده که احتمالاً یک زن ضربه رو زده. ممنونم. پرواز کجایی بابا؟ کجا میری؟ پرواز کجاست؟ بچه اینا کجاست؟ بچه من شیما رو تو کشتی. دروغ نگو. پرواز جان دروغ میگه. پرواز کجایی بابا؟ بچه منو کجا میخوای ببری؟ کجاست؟ برو دست از تن منو بچه بردار. برو. باشه فقط کارش نداشته باش. همش تقصیر تو زن تو کشتی. محمودم تو کشتی. محمود بیچاره. میدونم تو نمیذاری اون چیزش بشه. میدونم. شیما اذیتش میگیره. میزنش. کتکش میزن. میدونم تو میخواستی کمکش کنی. پرواز جان مامان خودت میدونی که کمکت کردم. عوضی خیال میکرد که مادر بچه هست. به من میگفت به تو ربطی نداره. پرواز مگه نگفتم برای تو اتاقم؟ برای چی دست دادی به وسایلم؟ برای چی دست دادی؟ بگو غلط کردم. بهت میگم بگو غلط کردم. دیگه دست نزنی یا دیگه دست نداری به وسایلم. بگو باشه.
بگو باشه، بگو غلط کردم، بگو چیکار میکنی؟ به تو ربطی نداره. یعنی چی میتونم به بچه رو میزنی؟ برو کنار بینم نکنیش. بگو شما ربطی نداره. برو بیرون. میگم برش کنم بچه رو. دست رو بکش. دیوونه شدی. مگه ربطی نداره تو زندگی من دخالت میکنی؟ برای کشتی کسافت به تو ربطی نداره. داشت بچه رو بی دلیل میزد. آقا ناصر به خدا من میخواستم فقط پرواز رو از زیر دستش بکشم بیرون. همش تقصیر تو بود. تو میخواستی از این خونه بری. آروم باش اشکالی نداره، همه چی درست میشه. چرا اون حق داره ولی من حق ندارم؟ چرا پرواز باید مال شماهایی باشه که لیاقتشو ندارید؟ مثل اینکه اینجا خیلی بیشتر از خونه خودمون بهش خوش میگذره. این اتاق برای بچه خودمون درست کرده بودم. پرواز لطف اینجاست. زحمتتون میدیم. نه بابا. من باید از پرواز مراقبت کنم. وقتی مریض میشه، وقتی از رد و برق میترسه بغلش کنم، بسته کوچولوشو بگیرم، براش شعر بخونم، قصه بگیرم. بابات سلام عزیزم، حالت چطوره؟ همیشه باید سوالشو از من بپرسی. آقا ناصر دیدین چقدر سوال میکنه؟ این یعنی چی؟ اون چرا این شکلی؟ بایسته سر جات! داشت بچه رو میزد. به خدا من نمیخواستم اینطوری بشه. من میخواستم همیشه دوستش باشم. تو شیما خیلی مغروری. همه آدمایی مثل شما مغرورن. خیال میکنید که همه چیزای خوب دنیا مال شماست. خیال میکنید همه وظیفه دارن به شما خدمت کنن. دنیا مال شماست. فقط شما حق دارید بخندید. آی لعنتی، اگه با محمود دعوا نکرده بودی. محمود کی فهمید؟ حال کرده بود محمود. خودم بهش خبر دادم. خودشو به آب و آتیش زد. میخواستیم پرواز رو برداریم بریم یه گوشه دنیا راحت زندگی کنیم. تو نذاشتی. محمود از من گرفتی. حالا میخوای پروازم بگیری. مأمور جلوی در اتاق پرواز رو برداشتن. خب میخواستی چی کار کنم؟ قاتل خزایی بوده که اونم مرده. نبینم گریه بکنی. ببین تو هر کاری که از من بخوای برات انجام میدم. هر کاری. هر کاری؟ بله خانم، هر کاری. همه این بلاها رو تو سر ما آوردی. من و پرواز با هم میمونیم. حتی اگه قرار باشه بمیریم با هم میمیریم. پرواز عزیزم. بابا من همونقدر سهم میخوام از زندگی قد اون بچه. اگه پرواز مال من نباشه مال هیچ کس دیگه هم نباید باشه. پس حد بنداز.
بچه باورش سخته. تنها کسی که فکرشو نمی‌کردم نسرین بود. برای شما که نباید عجیب باشه آقای فرهادی. بعضی وقتا نپذیرفتن کاستی یا کار دست آدم. به هر حال از شما ممنونم. اگه به موقع نرسیده بودین معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد. خواهش میکنم. من فقط وظیفه‌مو انجام میدم. خدا نگهدارتون. خداحافظ. حالا مثل این فیلم خارجی ها تعطیلات رو چیکار میکنی؟ تعطیلات چیه؟ فردا اول وقت اداره باش.